ادامه برنامه‌های رادیو به افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خواجه‌پور. گفتاری 31. چی حادثه؟ شیرین مگر گناهی کرده است؟ اگر گناه کرده باشد شما به خاطر اینکه من نیت دارم او را خواستگاری کنم این بار از گناهش گذرید. آرامانه و دوست رویانه گفت بانو. شیرین برخاسته به خانه در آمده غیب زد. او را آزار ندهی، من با خبرم، گناه به بابکی ماست، من او را تنبیه می دهم. گفت باز فاطمه بانو. او به دخترتان عاشق شده، شیرین هم گویا به او بیمیل نیست. این به جوانان عیب نیست. راست می گویم، من فردا یا پس فردا می آیم و شیرین را برای بابک خواستگاری می کنم. امید دارم که شما قبول می کنید. او در واقع پس از 2 روز آمده شیرین را رسما خواستگاری کرد. مادری دختر و شوهرش خواستگاری را با اندک اندیشمندی ظاهری ولی با خرسندی باطنی پذیرفتند. چرا هم خرسند نباشند که دخترشان به عائله دولتمند و مشهور می افتد و خودشان با شاعر قرابت خویشی پیدا می کنند. بابک یک قسمی درم‌هایی را که بابا جان گاه گاه به وی می‌داد جمع نموده، پنهانی برای عروسش گوشواره با زبند انگشترینی ارزان بها خریده، یک جایه با شعرهایی که درباره عشق خود و فراق شیرین نوشته بود در رومالچه بسته نگاه می داشت. فردوسی و ابودلف از این کاری وی آگاه بوده پیش خود می خندیدند و برای آنکه جوان را شرم ندارانند تغافل می کردند. پزمانی خانه و عیار و فرزندان راهی بازگشتی به وطن را روز و شبهایی در راه گذرانیده را به ابودلف نهایت دراز می نمایاندند. بارش‌های تیرماهی از هریرود گذر کردند و دیگر دشواری‌های سفر را دشوارتر گردانیده مسافران را به 2-3 روز ایستادن در منزل‌ها مجبور می نمودند. ابودلف در هرات کاروانی را منتظر نشده سواره با 1 نفر میده سوداگرانی که همچنین اسب سوار و خرسوار بودند و عزمی سرخس و شهرهای دیگر داشتند به راه برآمده بود. او به سرخس رسیده در مهمانسرای فرود آمد. مهمانسرای 2 آشیانه در بیرونتری شهرستان بود. در هر 2 آشیانه حجره‌های خرد خرد و برای مرکب‌های مسافران در سرای طویله‌ها موجود بودند. ابودلف که از کوفتی راهی دراز خیلی خسته شده بود قرار داد که 2 روز در مهمانسرا ایستاده دم گیرد و اسبی مانده شده اش را نیز دم دهد. بیگاهی روز دوم هنگامی که ابودلف در قبط 1 مهمانسرا به دم حجره خودش ایستاده بود 2 مرد سوار وارد سرای شدند. از آنها 1 میان سال، دیگری از او جوانتر بود. کلانی غول، سیاهی ریشی انبوهش گویا که برویش پیر مالیده باشند تا زیر چشمانش خزیده، در پیشانیش داغی درازی زخم و ریب افتاده بود. خردی روی پهنی بینی پچق بوده، ریشی خاکی رنگ و تنوکی تار تار مثل این که هر تار را علاهیده به زنخدانش آویخته باشد داشت. بر سر هر 2 کلاه سیاهی 2 شاخه، در کمربندی فراخی سیم کوبشان خنجری کج همایل.
عیناً مانندی نوکرانی دربار سلطان محمود که ابودولف آنها را در غزنی دیده بود. دلی وی خوف بود، مباد که تعقیب کنندگانی فردوسی باشند. نوکران پیاده شده اسب‌های گیل‌آلوده‌شان را به سییس مهمانسرا که دوان آمده به خدمتشان حاضر شده بود سپردند. کلانی آمیرانه با تکبری سپاهیانه حجره خواست. سرایبان لنگان او به یک پای می لنگید، هر دو را به بالاخانه برده به حجره در آورد. دل ابودولف در تکاپو، وی منتظری سرایبان شد. سرایبان از حجره نوکران بعد یک چند دقیقه فرود آمد. ابودولف از او پرسید کی بودند؟ از کجا آمدند؟ به وقتی بعد گمانی او راست برآمد. از توس آمدند، گفت سرایبان، نوکرانی سلطان بودند. ابودولف بیزابیته شد. چیکاره بودنشان را پرسیدید؟ چی میگویند؟ برای چی باشد که از فردوسی شاعر پرسان شدند؟ نام او را شنیده ای؟ گفتم نام آن عزیز را کی نشنیده است؟ پرسیدند او به اینجا آمده بود یا نه؟ گفتم تابستان آمده بودند، اینجا یک شب خواب کرده رفتند، عزم غزنی داشتند. باز پرسیدند مگر او در بازگشت به سرای تو نفرآمد؟ گفتم نه، خودشان به بخارا رفته ملازمشان را به توس روانه کردند. وی حالا اینجاست، منتظری کاروانی یا دیگر همسفرانی است. میخواهد همراهشان به وطنش برگردد. پرسیدم شما به فردوسی کاری دارید مگر؟ گفتند نپرس، بیرو ملازمی او را پیش ما فرست. سرایبان روان شد. ابودولف از او به نزد نوکران سلطان دعوت شدن خودش را شنیده یک لحظه حیران و هراسان ایستاد و پس با جدل از قفای او رفته باز داشتش. صاحب سییس را فرمایید زود اسبی مرا زین بزند. سراسیمگی او عیان بود. سرایبان حیران شد. چی شده؟ می روی؟ با این شتا؟ من به هیچ وجه نباید با این نوکران روبرو شوم. اینها فردوسی را اگر یابند بسته به غزنی میبرند. سلطان به فردوسی غضب کرده، حالان که استاد هیچ گناه ندارند. سخن دراز است صاحب، الان فرصتی گفتن نیست. به احتمالی قوی اینها به جای استاد مرا خواهند بود. من باید فوراً از اینجا غیب بزنم. سرایبان با خاموشی خواتیر کشانه چندی به چشمی گوینده نگاه کرده ایستاد و دیگر سؤالی نداد. سییس را صدا کرده آهسته فرمود بدو اسبی این کس را زین بزن زود. سییسی جلهندی پوشی پا برهنه و با یک چشمش گل افتاده دوان به طویله رفت. ابودولف به حجرش در آمده سراسیمه چیزهایش را که عبارت از یک دست سر و لباسی تازه و 2-3 جلد کتاب بود به خرجین انداخت و آن را برداشته برآمدنی شده بود که در پسی در ناگهان به نوکری غول برخورد. السلام علیکم ملا. خرجین به کیف کجا می روی؟ با لبخندی خنوکی تمسخر مانندی پرسید غول. به توس، جواب داد ابودولف. نامتان چیست؟ ابودولف نامش را گفت. همراه فردوسی بودی؟ او را کجا مانده آمدی؟ هر جا که مانده آمده باشم به شما چی؟ من هرچی پرسم بی قیل و قال جواب دهید ملا. با آهنگ امر گفت غول. در کجا مانده آمدید او را؟ آن کس بخارا رفتند، جواب داد ابودولف. از آنجا به سمرقند، چاچ، فرغانه می روند. چرا تنها رفت؟ شما را همراه نبود؟ لازم ندانستم. ستاز آمیز، جواب داد ابودولف، زیرا درباره فردوسی بی حرمتانه او
وی گفتنی نوکر قهر او را می آورد. تو به وی کی می شوی؟ به تو گفتن گذشته باز سؤال داد دخول: خیش، مرید یا خدمتگار؟ ها، شاگرد. ریشت قریب سفید شده است تو هنوز شاگرد؟ راه بده گذرم، من شتاب دارم. با قهر و نفرت نهانی گفت ابودلف: تو به هیچ جا نمی روی. با لحن درشت گفت نوکر: خرجینت را بگذار. استادی تو را سلطان طلب دارند و نباشد بجایش تو می روی. ما تا فردا اینجا می ایستیم، از پایمان را دم می دهیم، خودمان هم دم می گیریم. تو می مانی، بی رخصتی من از سرای بیرون نمی برایی. ابودلف آتشین شد، اعتراض کرد: من بندی تو نیستم، آزادم. تو چه حق داری که مرا باز داری؟ این خودسری است. من به سلطان عرض می کنم. عرضت را در غزنی می کنی ملا. ما تو را به غزنی می بریم. آنجا تو به سلطان کجا مانده و کجا رفتنی استادت را هم عرض می کنی. تمام، من گفتم، تو شنیدی. نوکر پس گشت و از زین پایه بالا رفت. در وقت گفتگوی او با ابودلف، سرایبان و چندی دیگر از مسافرانی در میهمان سرا منزل گرفته نیز حاضر بودند. آنها می دیدند که نوکر به کسی بیگناه زوراوری بیدادگری می کنند، اما هیچ کدامشان به مقابل بیدادگری نوکری سلطان جرأتی دهان گشادن نکرد. ابودلف آزرده و خشمگین ناچار به حجره‌اش برگشته خرجین را از کتفش افکند. شب در آمد. در حجره ها مسافران شمع گرانده، در آتشدانهای کنجکی علاو کرده خوراک می پختند. دسترخوان‌هایشان را با نعمت الوان آراسته، گرد آن با هم حجره ها و یار و جوره هایشان دوره گرفتن نشسته، با خور و نوش و چخچخ دلکشا از دوغیج روزانه استراحت می کردند. فقط حجره ابودلف تاریک و خاموش بود. وی حتی به شمع در گراندن هم حوصله نکرد. گرسنه باشد هم گرسنگیش را حس نمی کرد. نان و مویز که داشت از گلویش نمی گذشت. پریشان حال و درمانده، غرق غم و اندوه، با دو دست سرش را گرفته در حجره تاریک خود می نشست. فکر می کرد که مگر خیزد و آهسته برآمده گریزد، اما بعد از آن که نوکر او را از رفتن منع کرد، اسب زین کردهش از زین برآورده شده بود. آن را از نو زین زدن و سوار شده از میهمان سرا بیرون رفتن غیر ممکن بود. دروازه میهمان سرا را هم بعد از خفتن محکم کرده بودند، ولی اگرچه محکم هم نکرده بودند، با اولین صدای سومی اسب نوکران بیرون آمده او را باز می داشتند. ناگهان فکری تازه‌ای به سرش آمد. اگر به نوکرها رشوه تکلیف کند چی شود؟ او با خود کمابیش تا 5000 دیرم پول داشت که یک قسم آن را فردوسی از بهای اسبی به فروش رفتهش به وی داده بود. شمع را گرفته برآمده به حجره همسایه در آمد و آن را از شمع فروزان آن حجره درگیرانده برگشت، زیرا گوگرد یا دیگر واسطه آتش افروزی موجود نبود. از تی خورجین دیرم برآورده در همیانش انداخته برآمد و به حجره نوکران روان شد. نوکران جامه و موزه هایشان را کشیده سبوک شده به حضور نشسته بودند و طعام می خوردند.
بیایید ملا، بیایید، مرحمت، بنشینید. از غیر چشم داشتی ابودلف مراعات کرد نوکری غول. ابودلف ننشست و دم نزده به گوینده همیان پول را دراز کرد. این چیست؟ حیران شد نوکر. 1000 دیرم، جواب داد ابودلف. به ما آوردی؟ باز به تو گفتن گذشت نوکر. برای چی؟ برای آن که شما مرا رها کنید. من یک نفر توسی بیچارم. در خانه عیال و کودکان دارم که 3 ماه این جانب چشم برای منند. در خدمت فردوسی بودم. اکنون رخصتی بازگشت گرفته به وطنم روانم. بشین، امر کرد غول. ابودلف خواهم ناخواهم نشست. نوکر با لبخندی استهزا پرسید: می خواهی جان خودت را به 1000 دیرم بخری؟ یعنی چی؟ من چرا جانم را می خریدم؟ آخر اگر ما تو را به غزنی بریم، البته با فرمان سلطان به جای استادت کشته می شوی. با غضب سلطان حاضر می کنی. مرا می ترساند. بگمان رشوه‌ای زیادتر می خواهد. به دلش گذراند ابودلف. گفت: پس به گفته شما اگر جانم را خریدن خواهم، به چند خریده می توانم؟ جانت شیرین باشد، به خریدنش خسیسی نکن. من پولی زیاد ندارم. جانت شیرین باشد، میابی. چند میخواهید؟ ما 2 نفریم. به هر یکی ما اقلاً 1000 دیرمی 2000 بیده، طلب کرد غول. شریک وی بروی فراخش تبسمی خنوکی دوانده، چشمان کوچکش را به ابودلف دوخته، برای چی باشد که کف به کف می مالید، گویا که همین دم برسیدن 1000 دیرم نگران بود و شادی می کرد. اگر باز 1000 دیرم دیگر یابم و بیارم، شما مرا حقیقتاً رها می کنید؟ پرسید ابودلف. بیار، باز 1000 دیرم بیار و به کجایی که خواهی رفتن گیر. ما تو را ندیدیم، تو ما را ندیدی. ابودلف برخاسته رفتنی شد. تو هر چی قدر هم پول بیدهی، من تو را رها نمی کردم. لیکن تو اگر راست گفته باشی، عیال و کودکان خردسال داشته ای که چشم برای تو بودند، به تو رحم کردم. لازم دید بگوید غول. ابودلف برآمدنی شده بود که نوکر در راه از کابل سوی بلخ نیافتنشان گریزه ها را به خاطر آورده پرسید: صبر کن، استادت و تو از کابل که برآمدید به هرات با کدام راه آمدید؟ اول به راه بلخ روان شدیم، لیکن در منزلی نخست به ما گفتند که آن راه از کوهساران می گذرد و دشوار است. بنابراین به راست تاب خورده به راه هرات برآمدیم. مصلحت صاحبی کاروانسرای کابل را به یاد آورده جواب داد ابودلف. نوکران وقتی که در کابل به گفته صاحب کاروانسرا باور کرده در تعقیب فردوسی به راه بلخ افتادند، چون شتاب می کردند در منزلی یکم که دهکده در قد راه بود نایستاده پیش رفته بودند. حالا نوکر غول پشیمان شد که چرا در آن دهکده نپرسید که دیروز یا پریروز از آنجا مسافرانی گذشتند یا نه. ابودلف بعد ساعتی باز 1000 دیرم آورده به نوکران داد. آن شب خواب او حرام شد و این نه فقط از الم و آزردگی او بود. در صحن سرای تشویش و تردد بود.
هر زمان غلاغوله‌ای بلند می شد. نوکران سرایبان را صدا کرده از وی شراب، سازنده و سراینده امرت طلب می نمودند. سرایبان سیس و فراش را به کدام جاهای برای شراب و سراینده آوردن می دواند. نهایت در حجره نوکران بزمی پرغوغایی سر شد. مسافران همه از خواب ماندند. سپس نوکرانی مست با شور و غوغا به حجره ها زده در آمده و باشندگان در می افتادند. از آنها با دوغ و پوپیسه چیزی رویاندنی می شدند. سرایبان را باز مجبور می کردند که از مسافران برای ما پول چیده بیار، بگو که نوکرانی سلطان بی راه خرجی مانده اند. سرایبانی بیچاره حجره به حجره گشته پول می چید. شب همه شب در مهمان سرا احوال همین بود، تا آنکه بامداد دمید و ابودلف سوار شده براه افتاد. گوشنشینی سری. دهکده ناشناس حجره مانند کارخانه توسی شایر در درون باغچه، اگرچه از آن خردتر و بیزیبتر هم باشد، واقعاً جای خلوت بود. در وی زندگانی غریبانه شایر آغاز یافت. باغچه از 3 طرف در احاطه پاخص دیواری پستک افتاده بود. خانه سوی حولیچه هاشیم پهلو گردانده می ایستاد. آن را از پیش و از چپ درختان و تاکزار پناه می کردند. فصل خزان بود. شمال و بارانهای سردی تیرماهی برگی درختان را می افشاندند. درختانی برهنه و نیم برهنه، لانه های ویران و خالی پرندگان در شاخهای آنان، دیوارهای باران شسته و جا جا غلطیده، آسمانی تیره. این منظره تیرماهی در دلها محزونی، حسرت و اندوه پدید می آورد. بابک هفته 1 بار خرک صاحبخانه را سوار شده به شهر می رفت. خرید کرده می آمد. با ابوبکر اسماعیل خبر برده خبر می آورد. خوراک می پخت. برای طهارت استاد آب حاضر می کرد. روبوچینی حجره هم به عهده او بود. هرگاه که از این شغلها او را فراغتی دست می داد، او مانندی پیشتره پارچه های منظوم شاعر را از یاد می کرد یا که برای شیرینش پنهانی شعر می نوشت. پوشاک استادش و خودش را زنی هاشیم دلشاد بانو شسته می داد. گاه گاه ابوبکر اسماعیل آمده در آن کنج تنهایی در پیش شاعر 1 شب خواب کرده می رفت. مصاحبتی وی دلخواه ترین ساعتهای زندگانی فردوسی بود. برای سیر فکر و خیال زمان مساعدتر از تنهایی نیست. شاعر درباره ایامی گذشته عمرش فکر می کرد. در طول عمری 71 ساله چهایی که از سری او نگذشت. نیمی این عمر به شاهنامه صرف شد. تاریخ 2000 ساله با تمامی حقیقتهایش، روایت و افسانه‌هایش، نیک و بدش، فاجعه و مضحکه‌هایش، جنگ و جدال‌های بیشمارش، از نو از سری شاعر، نه از دلی وی گذر کرد. وی عجم را زنده گردانیده، به همزمانان، به آمدگان و آیندگان نمایاند. آیا در جهان
فردی چنین کاری را انجام داده است؟ وی آدمیت و مروت را ستود، خرد و داد را ستود. تاجدارانی با خرد و بی خرد، دادگر و بی دادگر را نشان داد. جنگ های داد و بیداد را تصویر کرد تا که شاهان بخوانند و پند بگیرند. او در روی زمین چنان یک کاخی معظمی از نظم برافراشت که زوال هرگیز به آن راه نمی یابد. در زمین تخمی بی بهایی که اسمش سخن است کاشت. این کشتی همیشه سبز، همیشه زای، همیشه برومند به خود او چه حاصلی آورد؟ ناکامی، نامرادی آورد. آنی که شاعر از او امیدی نیکی داشت بدی پیش آورد. او خوشبختی می جست، بدبختی یافت. ای دریغ، چرا وی حاصلی زحمتی 35 سالش اثری بی مثل و مانندش را به آن تاجداری تهی مغز، به بدگوهری دون همت، آن به زر توانگر و به دانش گدا بخشید. شاه محمود او را رنجاند، سخت رنجاند. آن ستمگری از آدمیت و مروت بی خبر می خواهد او را به پای فیل اندازد. اما شاعر در حق او چیزی خواهد گفتی هرگیز هیچ شاعری در حق هیچ پادشاهی نگفته است. گفته او تا ابد همچو سندی بدنامی شاه خواهد ماند، زیرا که شاعر چو رنجد بگوید هجا، بماند هجا تا قیامت بجا. با همین خیالاتی علمناک، فردوسی در آن گوشه تنهایی هجوی مشهوری خود را درباره سلطان محمود نوشت که 1000 سال این جانب وردی زبانی نسل هاست. عاقبت به گفته شاعری دیگر، گذشت شوکتی محمود و در زمانه نماند، جز این فسانکی نشناخت قدر فردوسی. شما گفتار 31 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.